ابو هریره خدا از او راضی باشد میگوید که رسول خدا درود بر او فرمودند: کوچکتر بر بزرگتر، شخص عابیر بر فرد نشسته، جمعیت کم به جمعیت بسیار سلام دهد. حدیث بخاری، کتاب اجازه خواستن، سلام گفتن افراد کمتر بر افراد بیشتر، باب 1. ابو هریره خدا از او راضی باشد می فرماید که رسول خدا درود بر او فرمودند: هیچ یکی از شما آرزوی مرگ نکنید. شاید که شخص نکوکار باشد، اگر زنده بماند به نیکی‌هایش بیفزاید، و یا شایدم شخصی بدکار است که اگر زنده بماند شاید توبه کند. حدیث بخاری، کتاب آرزو کردن، آرزوهای ناپسند، باب 1. حدیث سهل ابن سعد خدا از او راضی باشد درباره نماز خواندن رسول خدا درود بر او بالای منبر و پایان آمدن آن حضرت درود خدا بر او در هنگام سجده قبلا هم بیان شد. علاوه بر آن در این حدیث آمده است که رسول خدا درود بر او پس از اتمام نماز فرمود: ای مردم، من این عمل را به آن خاطر انجام دادم که شما به من اقتدا کنید و کیفیت نماز خواندن مرا بیاموزید. حدیث بخاری، کتاب نماز جمعه، خطبه خواندن بالای منبر، باب 17.